این وحشتناکترین اتاق جهانه که هیچ راه خروجی ازش وجود نداره. چند ساعت قبل این مرد که یه برقکاره وارد اتاق میشه تا قفل هوشمند در اتاق رو تعمیر کنه، اما بعد از تعمیر قفل وقتی میخواد از اتاق خارج بشه در کمال ناآوری دوباره از در پشتی وارد همون اتاق میشه. بعد از چند ساعت تلاش ناموفق برای خروج از اتاق مرد حسابی ناامید و خسته میشه. حتی مرد سینه‌خیز از در جلویی بیرون میره و در کمال ناآوری نصف دیگه بدنش رو روبروی خودش میبینه. مرد فکر میکنه شاید تعمیر قفل باعث این اتفاق شده، پس قفل رو غیر فعال میکنه. ناگهان چند تا پرستار با یه برانکارد و یه زن عجیب وارد اتاق میشن و بعد از در جلویی خارج میشن. اما زمانی که مرد میخواد از در جلویی بیرون بره دوباره به داخل اتاق برمیگرده. مرد دوباره قفل در رو قطع و وصل میکنه و با تعجب خودش رو میبینه که از در عقبی وارد اتاق شده.